16 دکامبر سال 2022 پروکورور یا عیبدار کننده دولتی برای عبدالستار پیر محمدزاده یک روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک 7 سال زندان خواسته است. خود او در مرافع دادگاهی همه عیب‌های نسبتش اعلان شده را رد کرده است. یکی از نزدیکانش با تصدیق این خبر بعض پلوس گفت در مرافع روز جمعه هفته گذشته خود عبدالستار پیر محمدزاده هم برآمد کرد و همه عیب‌هایی که از جانب عیبدار کننده دولتی نسبتش ارائه گردید رد نمود. وکیل دفاع به همه عیب‌هایی که عبدالستار پیر محمدزاده را گناهکار می‌کردند دلیل پیشنهاد کرد و بیگناه بودن او را اثبات کرد، ولی طوری می‌بینیم از جانب دادرس این دلیل‌ها به نظر گرفته نشدند. گفت منبع احزاب پلوس. محبتشاه پهلوی وکیل دفاع عبدالستار پیر محمدزاده نیز در صحبت با احزاب پلوس طلب عیبدار کننده دولتی را نسبت زیر حمایش تصدیق کرد و گفت درباره روز اعلان حکم چیزی نگفتند. مرافعه نوبتی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه بدون شرکت نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده برگزار شده است. در آن تنها وکیل دفاع شرکت کرده است و خلاص. عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله پدر 4 فرزند ماه ایول امسال دستگیر و به افراط‌گرایی گمانبر است. مرافعه دادگاهی او روز 13 اکتبر در دادگاه نویه اسماعیل سامانی شروع شد و 2 هفته بعد از آغاز مرافعه او در نامه از داخل زندان شکایت کرد که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی را به دوش بگیرد. یادآور می‌شویم عبدالستار پیر محمدزاده از جمله 4 ژورنالیست و بلاگ نویس تاجیک است که در یک سال آخر بازداشت و اکثر آنها به مهلت‌های گوناگون زندانی شدند. دلیر اماملی به 10 سال زندان، زلخبیک سیدامینی به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال زندان محکوم شدند. حالا تنها بررسی پرونده عبدالستار پیر محمدزاده ادامه دارد و انتظار می‌رود امروز یا پگاه حکم او نیز خوانده شود. سازمان‌های حامی حقوق بازداشت و محاکمه و حکم روزنامه‌نگاران را غیر قانونی خوانده از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که آنها را فوراً آزاد کنند.